من دارم میبینم جنگ ادراکیش همین الان داره زمینه رو گرم میکنه، دارم میبینم به وضوح. تو جنگ ادراکی سعی میکنن که به مخالف تشجیعش کنن، شجاعت بخشیش کنن، موافق رو ارعاب کنن. خاطرتون باشه یک هفته قبل از داستان مهسا امینی شایعه کلان انداختن نیویورک تایمز همه که رهبری فوت کرده. اینا دروغای عیان بدون مدرک رو سعی میکنه نیویورک تایمز کمتر بگه. رویترز چرا صبح شب راجع به ایران دروغ میگه، الکی میگه 20 نفر در بیت به من گفتن. آقا 20 نفر در بیت واسه چی با تو صحبت کنن اصلا؟ ولی نیویورک تایمز کمتر این کارا رو میکنه. اومدن انداختن چرا تشجیع کنن مخالف رو، ارعاب کنن و بترسونن و نگران کنن موافق رو. هدف اینا از نظر من به سمت بهاره. یعنی حالا اگر شرایطشون جفت جور شه زودتر دیگه، ولی به نظر من بهار اینا میان برای اینکه این حوزه ها رو فعال کنن تو بهار تابستون. بعد از جنگ ادراکی میره اختشاش، بعد تحریم داره، حمله سایبری داره، نمیدونم مداخله ارضی داره، خیلی کارهای دیگه داره. تحریم که ما سیر شدیم، انقدر تحریم که اصلا فایده نداره، ولی جو میده، جو روانی. و اینا منتهی به شهریور سعی میکنن به این سمت برن. بعد ترور داره، خرابکاری داره، انواع داره، فشار سیاسی دیپلماتیک داره، تهدید به اقدام، نه خود اقدام نظامی. تهدید یعنی چی؟ یه دفعه شما میبینید تعداد شناوراشو در خلیج فارس زیاد میکنه، مخصوصا این کار رو میکنه، نمیاد تنش مستقیم شاخ به شاخ. تهدید اینجوری لفظی تنش کلامیشو بالا میبره. فشار سیاسی دیپلماتیکش هم تو شورای حکام آژانس، مکانیزم ماشه و غیره. راههای کارهای زیادی میکنه. اینا نمونه است تو هر حوزه که من دارم میگم. حالا سوال اینه این کارو میخواد بکنه، میکنه برای اینکه تو کوتاه بیای بری تو مذاکره. حتما میکنه. اینا هر وقت تو مذاکره ما گره میخوریم یا میگیم مذاکره نمیاد، این کارو میکنن با ما. هر